ارتش، سپاه، نیروی انتظامی آماده باشن. مهمه خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنند، به کمک یکدیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشند، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی بایستی نیروهای مبتکر و مؤمن و آماده به کار ما قبل از آنی که دشمن بخواد ترفندی رو اجرا بکنه و شگرد جدیدی رو وارد میدان بکنه، اینها آماده باشن، هم پاسخ بدن، آماده باشن. معلمین خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنند، کاری بشه که این به معنای واقعی کلمه همکاری باشه، یعنی همه با هم همکاری کنن، ذهنها به کمک یکدیگر بیان. در منطقه جمهوری اسلامی، یعنی همین شما جوانها توانستید آمریکای مستکبر را به زانو در بیارید و شکست بدید. یک حرکت عظیم سازندگی و تولید و پیشرفت در بخش‌های مختلف، همراه با ایمان، همراه با بصیرت، همراه با اخلاص، از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد. این به همون اندازه کمک داره میکنه به تقویت سازمان مسلح، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. ما از اولی که انقلاب پیروز شد تا امروز همیشه به طور دائم شما میبینید سرصداهای حقوق بشری بلند شد. البته در اون کشورهایی که انگیزه برای مخالفت و مبارزه با اونها وجود دارد، هیاهو درست میکنن. جنگ نظامی نیست. البته جنگ نظامی نمیکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.